سلام دوستای نهایت عزیز، امید است که جور و صحتمند باشین. خب میخوایم در این بخش و دریافت LST یا محاسبه LST لنس سرفیس تمپرچر بپردازیم. دیتایی که استفاده شده از لنس 8 است. خب مراحل کار به چه شکل است؟ اولین کاری که است به خاطر محاسبه LST ما به روش NDVI یا استفاده از پوشش گیاهی، شاخص پوشش گیاهی در روش استفاده شده که از شاخص پوشش گیاهی یا NDVI ما PV یا Potential Vegetation استخراج میشه که توسط NDVI منفی NDVI مین تقسیم بر NDVI مکس منفی NDVI مین هست که خود لیر NDVI برش میتیم. رنج NDVI معمولا به شکل استاندارد از منفی 1 تا مثبت 1 هست. خب بعد از اون دیتای خودم میبینیم NDVI اگر که از منفی 1 شروع شده بود پس منفی ضرب منفی مثبت میشه، مثبت 1 و NDVI مکسیموم اگه 1 بود منفی 1 که 1 جمع 1 یا 2 میشه. مرحله بعدی که است دریافت ایمیسیویتی هست از PV هست که در مرحله قبلی PV محاسباتش انجام شد که به این شکل PV چی ایمیسیویتی دریافت میشه. بعد از او ایمیسیویتی را ما یک اصلاحات روش انجام میتیم، میگیم که NDVI اگر که کوچکتر از 0.2 باشه ایره مثلا 0.97 بگیره، بعد از او اگر بزرگتر از 0.5 باشه 0.99 بگیره الی آخر. توسط از این فرمول امیسیویتی خود را دوباره اصلاح میکنیم و توسط دو تا باند این فرمول استفاده شده که B1 ما NDVI، B2 ما E یا امیسیویتی هست که توسط از این امیسیویتی کورکتد محاسبه میشه. بعد از اون باندهای حرارتی را اد میکنیم، یک دفعه توسط رادیومتریک کالیبریشن رادینس را محاسبه میکنیم یا اصلاحات رادیومتریک انجام میدیم. بعد از اون برایتنس تمپرچر را به دست میاریم. خب این دوتا لیر که به دست آمد و یک لیر هم به نام امیسیویتی کورکتد قبلا بود، این سه تا لیر را میگیریم در مرحله بعدی لیر استک میکنیم که این دوتا استک شد و بتونیم توسط از او فرمول لنس سرفیس تمپرچر روش اپلای کنیم و مقدارش به دست بریم. این مقدار که به دست میاد به کلوین هست که آخرین مرحله را کلوین را به سلسیوس یا سانتیگراد تبدیل میکنیم. خب میریم کار خود را آغاز میکنیم. برنامه انوی را در اینجا میاییم. خب اولین کاری که میکنیم میایم پوشش گیاهی را پیدا میکنیم. NDVI که قبلا محاسبه شده از محدوده خود را ایره اد میکنیم. خب این محدوده ما به این شکل اد شد. بعد از اون میایم کویک استاتستیک را میبینیم. خب در اینجا مینیموم ما منفی 1 و مکسیموم ما مثبت 1 هست. پس به خاطر بعد از محاسبه PV فلوت، خب نوشته میکنیم فلوت. بعد از او NDVI ما که در اینجا به نام B1 میگیم و مکسیموم ما مینیموم ما منفی 1 بود که منفی در منفی مثبت میشه، پس مثبت 1 قوس بسته تقسیم بر مکسیموم منفی مینیموم که منفی در منفی 1 میشه مثبت 1 میشه که دورم نوشته کنید مشکل نداره. اد تو لیست و اوکی میکنیم. B1 ما NDVI هست که را برش میتیم و ای به نام PV Potential Vegetation ایره ما ذخیره میکنیم. خب این مرحله انجام شد. بعد از اون میایم امیسیویتی را محاسبه میکنیم. این کد قبلی را پاک میکنیم، میایم از اینجا امیسیویتی را از اینجا نوشته نمیکنیم و فقط کاپی میکنیم در اینجا درج میکنیم. خب در امیسیویتی B1 داریم که B1 ما همی PV هست دیگه، PV را برش میتیم. B1 ما در اینجا PV هست دیگه، PV را برش میتیم و ایره به نام مثلا امیسیویتی یا ایره ذخیره میکنیم. خب حال نیاز است که همی امیسیویتی را بیایم رویش یک اصلاحات انجام بدیم. امیسیویتی را بگیریم کورکتد یا اصلاح از طریق از این فرمول که در این فرمول دو تا باند استفاده شده. B1 های ما NDVI هست و B2 های ما که در اینجا استفاده شده B2 به نام E که پیشتر رو محاسبه کردیم.
این بارش معرفی میکنیم. خب این اد تو لیست میکنیم، کدام مشکل نداره. B1 ما NDVI هست، ENDVI، و B2 ما emissivity یا E هست. این را برش میتیم emissivity یا E. خب این به نام emissivity corrected این را ذخیره میکنیم. corrected. خب کیبورد ما یکم مشکل داره، این را ذخیره میکنیم. خب تا اینجا ما تانستیم که emissivity corrected را از اینجا به دست بیاریم. خب میایم در این راهنمود مقدار پایین تر میایم. حال نوبت از ایسته که باندهای حرارتی را اد کنیم از طریق رادیومتریک کالیبریشن، یک دفعه رادینس و یک دفعه برایتنس تمپرچر از این را محاسبه کنیم. خب پس میایم در قسمت اد و باندهای میشه که خب دیتای خود را پیدا میکنیم. بله 2013 اینجا است. خب این لنست 8 است، چون در انوی باز نمیشه ما قبلا میتا دیتا فایل از این را اصلاحات انجام دادیم که در اینجا اد شود. خب منتظر میشینیم تا اینجا باز شود. حال از طریق رادیومتریک کالیبریشن میایم. خب باندهای حرارتی ما معمولا در آخر است، این را انتخاب میکنیم و از طریق اسپیشال سبست محدوده NDVI را که قبلا چی بود برازی میگیم که همین محدوده انتخاب شود. خب این رو اوکی میکنیم و در این قسمت فعلا ما رادینس میخوایم محاسبه کنیم، رادینس، و مرحله بعدی BT یا برایتنس تمپرچر. خب پس میشه که برای ازی بیتیم ترمال رادینس که برای ما معلوم شود، اوکی میکنیم. خب منتظر میشینیم تا تصحیحات رادینس رادیومتریک کالیبریشن رویش انجام شود، محاسبات رادینس انجام شود. دوباره میاییم و روی باند حرارتی سبست میکنیم از طریق رستر NDVI برش میشه بیتیم که همین محدوده ما اتومات سبست شود و ایرم میشه که اوکی کنیم. خب در اینجا ما میایم BT یا برایتنس تمپرچر را برازی میتیم. خب میشه که به شکل خلاصه برازی BT نوشته کنیم. ایرم اوکی میکنیم. خب تا این مرحله ما تانستیم سه لیر ترمال به اصطلاح باند حرارتی که رادیومتریکش رادینسش محاسبه شده، باند حرارتی که برایتنس تمپرچرش محاسبه شده و در قبل emissivity corrected را به دست بیاریم. خب مرحله بعدی ما باید همین سه تا لیر را لیر استک کنیم. پس دوباره میاییم در تول باکس و نام لیر خب لیر استکینگ را میگیریم از طریق امپورت فایل هایی که ما نیاز داریم. یکی ترمال رادینس است که میشه هر دو باندش بگیریم یا تنها باند دهم را که دقت بالاتری داره ایره در نظر بگیریم. بعد از او برایتنس تمپرچر هست که ایرم همچنان میشه که تنها باند دهم را در نظر بگیریم و اوکی کنیم. دوباره امپورت کنیم به نام emissivity یا E corrected ایرم اد کنیم به این شکل. خب و از اینجا به نام لیر استک یا استکینگ ایرم میشه که ذخیره کنیم. اوکی. خب چون سه تا باند ترکیب شد به شکل رنگی اینجا اضافه میشه. حال میشه که بیایم در باند مت. خب باند مت در اینجا کد قبلی را پاک کنیم. بعد از او لیر استک هم انجام شد. حال کدی را که مربوط LST هست ایره میشه که در اینجا درج کنیم. خب add to list در اینجا سه تا به اصطلاح باند را ما باید معرفی کنیم. اولی BT هست، دومی رادینس corrected هست و سومی هم emissivity corrected هست. پس اولین کاری که میکنیم باند BT را برازی معرفی میکنیم. بعد از او ترمال رادینس که محاسبه شده باند دوم
و باند سوم هم داخل میبینیم به نام ای corrected نوشته شده. ای را بر از این معرفی میکنیم و ای را اکسپورت میکنیم به نام lst. خب در این محدوده معمولا اگر خطای وجود نداشته باشه باید بین 20 تا 50 یا 20 تا 70 محدوده ما باشه. خب البته حالی فعلا به درجه کلوین هست که صفر شروع شده. خب بعضی از خطاها مثل ابر و بعضی از موضوعات دیگه میتونسته باشه که قسمت ها منفی 200 و چه قدر درجه رو میگیره. مقدارشان شاید و زیاد نباشه. 0.1% دیتای ما رو شامل شده. همین دیتایی که صفر است. خب حال میایم دوباره باندمت میکنیم. خب کد قبلی را پاک میکنیم. میشه که می کد نشته کنیم یا کاپی پیست کنیم و اونجا پردیم 273 815. خب من میره کاپی میکنم. فلوت اد تو لیست کدام مشکل نداره. اوکی. خب اینجا LST را برازی میتیم و به نام LST سلسیوس یا سانتیگراد میشه که این ما ذخیره کنیم. خب اوکی میکنیم و حال میبینیم که در رنج 50 تا 70 میتونه باشه برای ساعت. خب 57. بله 50 تا 57 میتونه باشه. خب توسط کرسر هم اگه ببینیم در این قسمت به نام دیتا مثلا 40 است. این ساعت که پوشش گیاهی وری یا 30 است 37 است. این قسمت ها 35 است. این قسمت ها 40. قسمت های سیاه رنگ 19 هست. احتمالا پوشش گیاهی باشه 33. با این شکل ما تانستیم LST را محاسبه کنیم. میشه که ما دارک مپ هم باز کنیم. خب به این شکل LST ما از 17 درجه تا 52 درجه گرفته. خب در اونجا شاید نو ولیو باشه یا بعضی از خطاها باشه که منفی 200 چند هم نشان داده. به این شکل میشه که ما LST سلسیوس را ببینیم. میشه که بعد از این ما ساعتی که کمتر درجه حرارت داره به رنگ سرخ هست. ساعتی که حرارت بیشتر داره به رنگ آبی میتونیم ببینیم. تشکر از توجهتون.